در قرآن میفرماید که ما چرا بعضیا رو امام قرار میدیم. آیه‌شو براتون بخونم. و جعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا. ما یه ائمه قرار میدیم که با امر ما مردم هدایت میکنن. خب چرا اینا امامن؟ میفرماد لما صبروا، چون اینا اهل صبر. میگه اینا امام شدن. و جعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا لما صبروا. آقا اگه صبر باعث میشه یکی امام بشه، صبر مطلق یکی رو امام میکنه، مثل ابراهیم امام شد، صبر کرد. ابراهیم اراده کرد اطاعت بکنه که اسماعیل رو ذبح کنه، آخرین آزمایش ابراهیم. اون وقت زینب کبرا اراده کرد و انجام داد. اگر صبر آدمو امام میکنه، بالاتر از صبر شکره. یعنی نه تنها صبر میکنی بر امر خدا، شاکرم هستی، شکرم میکنی. مقام شکر بالاتر از شکر رضاه، یعنی راضی به این بلا. اصلا میگی اگر صبر آدمو امام میکنه، اون وقت رضایت آدمو چیکار میکنه؟ واذکر فی الکتاب مریم چیکار کرد؟ مریم عابده بود، منتها مریم در امن و امان عابده بود. مستدرک بهار الاموال، کتاب عوالم العلوم و المعارف، اونجا یه فصلی به عبادت زینب کبرا پرداخته. زینب در بلا و مصیبت عابده بود، زینب در اسیری عابده بود، مریم در امن و آسایش عابده بود. کدوم بالاتره؟ آسیه بالاتره یا زینب؟ آسیه شکنجه شد، گفت خدا یه خانه در بهشت برای من بنا کن، ولی زینب چنین تقاضایی نداره. زینب صبوره، معامله نمیکنه با خدا که این کارا کردم، این کارم شما بکن برای من. نه، معامله نمیکنه. قمار عشق دیگه، به بازی هم بردی، ببری هم بردی. کیه این زینب؟ وقت مقام این خانم کجاست ما نمیدونیم. این جمله‌ای که امام سجاد بهشون میفرمایند انت عالمتون غیر معلمه، اینو حضرت آیت الله جوادی حفظه الله میفرمایند که این دلیل بر عصمت زینب کبرا سلام الله علیها است. چطور دلیل بر عصمت او نباشه در حالی که او وصی موقت امام حسین ابن علی علیه السلام؟ او چه مقامی داره که وصی موقت سید الشهدا است؟ دو تا کار برجسته اجتماعی حضرت زینب داره که برای ما مونده. یکی خب کربلا میدونید دفن میشد دیگه، در ظاهر امام حسین شکست خورد از یزید، دفن میشد. زینب کاری کرد این دفن نشه. جلسه روزه خب یادگار بیبیه. زنده نگه داشتن نهضت عاشورا با تمام ابعادش کار زینب کبراست. دو، زیارت اربعین رو ما از زینب کبرا یاد گرفتیم. کار اجتماعی دیگه. ببین تو اوج مظلومیت شیعه رو چجوری نجات داده زیارت اربعین، اقتدا به زینب کبرا. ما تا حالا نمیدونستیم 40 میلیون شیعه آمادن تو اوج خطر، زمانی که داعش تو عراق برن زیارت اربعین پیاده. انت بحمد الله عالمتا غیر معلمه و فهمتا غیر مفهمه. تو دانشمندی هستی که بدون معلم دانشمندی. عقیله یعنی کسی که عقل در زیر سلطه اوست، عقل مقهور اوست، او بالاتر از عقله، او از دیوار عقل رد شده. در قبر بیبی اختلافه که کجاست، دمشق است، مصر است یا مدینه. از معلوم نبودن قبر زینب ما تعجب نمی کنیم، چون زینب دختر زهراست، مادرش هم قبرش معلوم نیست. ما برای قبری که احتمال دارد قبر زینب کبرا باشد هزارها سر می دهیم، مثل محسن حججی، که اونایی که تو ریاض نشستن بدونن ما رو مدینه خیلی حساسیم.